چطوری رفیقای گل بوکسورم؟ تو ویدیو قبلی ما رو به جلو و سمت چپ آموزش دادیم. حالا میخوایم بریم رو به عقب و سمت راست رو بریم. فرق این داستان اینجاست که ما رو به جلو دست و پای موافق اومدیم، رو به عقب دست و پای مخالف میریم که دست و پای موافق هم داره که میذاریم برای جلسات بعد. حالا دقت کنید یه بار دیگه از اول. سرشونه به اندازه سرشونه بازه کامل، سرشونه هامون هم کامل چرخیده مثل زاویه پا قرار میگیره، فک پایین، چشمون روبرو، دست به صورت 11. میریم وزن رو بین دو تا پا تقسیم میکنیم، زانو یه مقدار خم و بعدش هم پا فشار رو پنجه. خیلی مهمه پاشنتون یه کوچولو بالا باشه، نه اینکه وزن رو بندازیم رو پای جلو، فقط بتونیم حفظ تعادل کنیم، رو به جلو یا رو به عقب رو بتونیم راحت انجام بدیم. حالا میخوایم بیایم رو به عقب. دقت کنید دست و پا مخالف میریم. اول پای عقب میره، همزمان دست جب زده میشه دست جلو به اندازه یک کف پا. دقت کنید یک، وزن رو ببینید انداختم یک کوچولو رو پای عقب که حفظ تعادل داشته باشم. وقتی که میخوام دست عقب رو بزنم اینجا کامل فقط بیشتر بالاتنه من چرخش داره. 2 3 دوباره براتون میرم. 1 2 3 زانوها به این همین شکل میمونه. سمت راستش هم به همین شکله. سمت راست 1 2 دوباره میرم. 1 2 چرخش بیشتر از زانو به بالا تو این حالت رو به عقب و سمت راست انجام میشه. قشنگ دقت کنید کاملا فرق داره با سمت چپ و جلو رفتن. حتما این کار جلو آینه انجام بدید، دقت کنید. بعدش هم خیلی آروم مسیر رو برید و بعد یک ربع این کار رو انجام دادید بدونید که آینه رو ببینید، تمرکز کنید رو حرکت‌های پاتون، فاصله بندیتون ادامه بدید. حتما لایک رو بکوب. صابم یادت نره ویدیوهای خیلی جذابی قراره بعد اینم بریم. دوستتون دارم.